قبل از ادامه ویدیو لطفاً چنل رو سابسکرایب کرده علامه زنگ را کلیک نمایید تا از ویدیوهایی که در آینده نشر میشد آگاه باشین. سلام، دکتر مریم هستم. خدا کنه همه‌تون جور و صحتمند باشین. ویدیو امروزی ما راجع به پروسه تشکیل دنتین و یا دنتینوجنسیس می باشد. اگر علاقمند ورژن انگلیسی این ویدیو هستین میتونین ورژن انگلیسیش از چنل دیگه ما که به نام دنتال مینیاک می باشد دریافت کنین. خوب، شروع میکنیم. ویدیو امروزی ما که راجع به دنتینوجنسیس است شامل دو قسمت می باشد. قسمت اول این ویدیو درباره ساختمان، انواع و محتویات دنتین است و قسمت دوم این ویدیو راجع به دنتینوجنسیس و یا پروسه تشکیل دنتین می باشد. دنتین عبارت از دومین سخت‌ترین نسج بدن یک انسان می باشد و تحت انامل یا مینای دندان موقعیت دارد. بیشترین مقدار یک دندان را دنتین می سازد. دنتین نسجی است که از استخوان سخت‌تر و از انامل نرمتر است. 70% دنتین را مواد غیر عضوی یا کریستال های هیدروکسی اپیتایت تشکیل داده و 20% دنتین را مواد عضوی تشکیل داده. بخش عضوی دنتین را پروتین های کلاژنس و نان کلاژنس تشکیل داده، یعنی پروتین های کلاژن دار و بدون کلاژن. پروتین هایی که کلاژنی است 90% بخش عضوی دنتین را تشکیل میده و باقی مانده 10% مواد عضوی دنتین را پروتین های دیگه مانند دنتین فاسفوپروتین، دنتین سیالوپروتین، دنتین گلایکوپروتین و دنتین ماتریکس پروتین ساخته و همچنان بعضی از پروتین های دیگه. ناگفته نمانه که 10% باقی مانده دنتین را آب تشکیل میده. اگر دنتین را تحت یک میکروسکوپ مشاهده کنیم ما میبینیم که دنتین را تیوبول های بسیار کوچکی که پر از آب است تشکیل داده. این تیوبول ها با هم بسیار نزدیک قرار دارند و داخل هر یکی از این تیوبول ها استطاله های سایتوپلازمیک اودونتوبلاست ها وجود دارد و سلبادی های این اودونتوبلاست ها در قسمت داخلی دنتین و یا در قسمت خارجی پلپ موقعیت دارد. قسمت از دنتینی که در وسط یا در مسافه تیوبول ها قرار دارد اینترتیوبولار دنتین گفته میشه و دنتینی که در اطراف هر یکی از این تیوبول قرار دارد پریتیبولار دنتین گفته میشه. بیایم مال سر انواع دنتین. ما 3 نوع دنتین داریم که عبارت از پرایمری دنتین، سکندری دنتین و ترشری دنتین است. پرایمری دنتین ما دوباره طبقه بندی شده به منتل دنتین و سرکمپلپل دنتین. بیایم مال یک رسم بکشیم و بالای خصوصیات و موقعیت هر یکی از این انواع دنتین صحبت کنیم. منتل دنتینی که یک نوع از پرایمری دنتین بود یک دنتین ابتدایی است و در قسمت خارجی دنتین یک دندان تکامل یافته قرار دارد. منتل دنتین ما در قسمت تاج یک دندان نزدیک دنتینو انامل جنکشن قرار دارد و در قسمت ریشه نزدیک دنتینو سیمنتل جنکشن قرار دارد. منرالایزیشن منتل دنتین نسبت به انواع دیگه دنتین کمتر است. فایبرهایی که در منتل دنتین تاجی قرار دارد عمود بر دنتینو انامل جنکشن می باشد و در قسمت ریشه موازی به دنتینو سیمنتل جنکشن می باشد.
و ضخامت این منتل دنتین از 15 الی 20 میکرومتر می باشد. سکندری دنتین ما که نوع دوم از دنتین است در مجاورت پلپ چمبر قرار دارد و تشکیل دنتین بعد از تکمیل ریشه در طول عمر ما صورت می گیرد. یعنی تایی که ما زنده هستیم و تایی که حجرات دنتین ساز یا اودونتوبلاست ها در یک دندان وجود دارد، سکندری دنتین ساخته شده میره. سکندری دنتین در قسمت سقف و زمین پلپ به بیشترین مقدار وجود دارد و اگر از نزدیک مشاهده شود، چیبول های دنتینی که در سکندری دنتین است نسبتاً کمتر از دیگر انواع دنتین است. سرکمپلپل دنتینی که نوع دیگه از پرایمری دنتین است در وسط منتل و سکندری دنتین قرار دارد و بیشترین قسمت دنتین را می سازد. فایبرهای سرکمپلپل دنتین موازی به دنتین و انامل جنکشن می باشد. این نوع دنتین بیشترین تعداد از چیبولهای دنتین را دارد و نسبت به انواع دیگه دنتین بیشتر منرالایز شده است. ترشری دنتین نوعی از دنتین است که بعد از پوسیدگی دندان و یا پرکاری ها به طور موضعی در بعض ساحات تشکل می کند. و میزان رسوب ترشری دنتین بستگی دارد به درجه تخریب در همون ساحه. یعنی هر چقدر درجه تخریب زیاد باشه، همانقدر رسوب ترشری دنتین زیاد شده میره. میایمان سر دنتینوژنسیس یا پروسه تشکیل دنتین. دنتینوژنسیس در مرحله لید بل استیج یک دندان صورت میگیرد. کوشش کنین قبل از ادامه این قسمت ویدیو به ویدیوهای دیگه من که راجع به مراحل تکاملی دندان بود و شامل 3 ویدیو بود او را حتما ببینین تا این قسمت ویدیو براتون آسان باشد. حجراتی که دنتین یک دندان را تشکیل میتن حجرات تفریق یافته دنتال پاپیلاست و اودونتوبلاست گفته میشه. تفریق پذیری حجرات اودونتوبلاست ها تحت تاثیر سیگنالینگ مولکیولز و گروت فاکتورهای آزاد شده از حجرات انر انامل اپیتیلیوم صورت میگیرد. وقتی حجرات انر انامل اپیتیلیوم تبدیل به پری امیلوبلاست میشه، این حجرات پری امیلوبلاست ها از خود سیگنالینگ مولکیولز و گروت فاکتورها به طرف حجرات دنتال پاپیلا ترشح میکنند و باعث میشه که هر یکی از حجره دنتال پاپیلا تقسیم به 2 نوع حجره شود. از قاطع هر دوی این حجره یک حجره تبدیل میشه به پری اودونتوبلاست و حجره دیگه بدون اینکه تفریق پذیریش صورت بگیره در پلپ یک دندان من حیث استم سل باقی میماند و قابلیت به این دارد که بعد از محرک خارجی مانند کریز یا پرکاری ها و یا کدام محرک دیگه فعال گردد و به یک حجره دیگه تبدیل گردد. بعد از این وقت پری امیلوبلاست تبدیل به امیلوبلاست میشه و در مرحله اینیشل سکریتری خود می باشد، این وقت است که حجرات پری اودونتوبلاست ها اولین لایه دنتین را تشکیل میدن. این اولین لایه دنتین به نام منتل پری دنتین یاد میگردد و قسمی که قبلا گفتم این منتل دنتین نسبتا کمتر منرالایز شده از انواع دیگه دنتین است. کلمه پریدنتین عبارت از دنتین است که تازه تشکیل شده و منرالایز شده نیست. بعد از اینکه منتل دنتین منرالایز شد تبدیل میشه به مچور دنتین. بعد از اینکه منتل پریدنتین تبدیل شد به مچور منتل دنتین، امیلوبلاست ها لایه اولین انامل را تشکیل میدن.
بعد از اینکه حجرات پری اودونتوبلاست تبدیل میشه به حجرات مچور اودونتوبلاست، یک استطاله سایتوپلازمیک خود را تشکیل میدن. این استطاله سایتوپلازمیک به نام چومز فایبر یاد می شود. خب اینجا باید یادآور شوم که چومز پروسس را که در ویدیوی امیلوژنسیس خواندیم، یک استطاله سایتوپلازمیک از امیلوبلاست ها بود. اما چومز فایبر یک استطاله سایتوپلازمیکی است که مربوط اودونتوبلاست ها میشه و هیچ ربط به چومز پروسس نداره. این وقت است که امیلوبلاست ها در مرحله سکریتری خود می باشد و انامل راد و انترراد را تشکیل می. اگر این قسمت ویدیو براتون گنگ است، میتونین از ویدیو دیگه ما که راجع به امیلوژنسیس است یک بار تماشا کنین. پریدنتین مینرالایز میشه و به مچور دنتین تبدیل میشه. همچنان اودونتوبلاست ها لایه دیگه پریدنتین را تشکیل میدن. همین علت است که همیشه یک لایه پریدنتین در وسط اودونتوبلاست ها و ساحه مینرالایز شده وجود دارد. اگر واقعا از این ویدیو چیزی یاد گرفتین، ویدیو را لایک و شیر نموده چنل را سابسکرایب کنین و در ضمن علامه زنگ را کلیک نمایید تا از ویدیوهایی که در آینده نشر میشد آگاه باشین. خداوند نگهبانتان.